از خانواده خود در برابر هپاتیت B یا زردی سیاه محافظت کنید. هپاتیت B یا زردی سیاه یک عفونت جگر یا کبد است که توسط ویروس هپاتیت B یا زردی سیاه ایجاد می‌گردد. این می‌تواند یک مریضی جدی باشد که احتمالاً تا آخر عمر همراهتان خواهد بود. اگر به هپاتیت B یا زردی سیاه مبتلا هستید، می توانید با مراجعه به دکتر و دنبال کردن پلان معالجه خود، صحت خود را کنترل کرده و از خانواده تان محافظت نمایید. دواهایی برای هپاتیت B یا زردی سیاه وجود دارد، اما همه به آنها نیاز ندارند. مراجعه به دکتر برای تشخیص اینکه آیا معالجه برای شما مناسب است یا خیر مهم می باشد. هیچ معالجه برای هپاتیت B یا زردی سیاه وجود ندارد، اما تداوی‌ها می توانند آسیب به جگر شما را کند کنند، احتمال ابتلا به سرطان جگر را کاهش دهند و به شما کمک کنند تا عمر طولانی تری داشته باشید. این تداوی‌ها بی خطر هستند و عوارض جانبی زیادی ایجاد نمی کنند. حتی زمانی که احساس صحتمند بودن می کنید، مراجعه منظم به دکتر مهم است. دکتر شما می تواند در مورد راه‌های دیگری به شما توصیه ارائه کند که می توانید صحت خود را بهبود بخشیده و در صورت ابتلا به هپاتیت B یا زردی سیاه از خانواده‌تان محافظت نمایید. اگر از دواهای تجویزی، دواهای سنتی، دواهای گیاهی، ویتامین ها، الکل یا دخانیات استفاده می کنید، به دکتر خود اطلاع دهید. آنها می توانند بر دواهای هپاتیت B یا زردی سیاه شما تأثیر بگذارند یا حتی به جگر شما آسیب برسانند. بهترین راه برای مسئول نگه داشتن عزیزان در برابر هپاتیت B یا زردی سیاه اطمینان از دریافت واکسن هپاتیت B یا زردی سیاه می باشد. از خانواده خود در برابر هپاتیت B یا زردی سیاه محافظت کنید. همین امروز با دکتر خود صحبت نمایید.